میدونی چیه؟ ما همیشه فکر میکنیم وقت داریم. فکر میکنیم فردا میتونیم شروع کنیم، فردا میتونیم تغییر کنیم، فردا میتونیم بهتر باشیم. اما راستشو بخوای فردایی وجود نداره. اون چیزی که اسمشو گذاشتی فردا فقط یه بهانه است، یه توجیه برای فرار از کارهایی که میدونی باید همین الان انجامشون بدی. ما به خودمون دروغ میگیم تا وجدانمون آروم بشه، ولی هر بار که یه کار رو عقب میندازی یه تیکه از احترام به خودت رو از دست میدی و کم کم باور میکنی که نمیتونی، در حالی که فقط شروع نکردی. حالا بیا واقعی تر نگاه کنیم. ما نمیتونیم زمان رو متوقف کنیم، اما میتونیم رفتارمون با زمان رو عوض کنیم. اگه واقعا میخوای کاراتو عقب نندازی، این 3 روش ساده رو انجام بده و بهشون پایبند باش. زندگیت از همین هفته، شاید هم از همین لحظه تغییر بکنه. قانون شماره 1: شروع کوچیک. لازم نیست یه کار بزرگ رو یه دفعه انجام بدی. فقط شروع کن. کوچیک، ساده، حتی ناقص. مثلا اگر میخوای ورزش کنی فقط یه حرکت بزن. اگه میخوای مطالعه کنی فقط 5 صفحه بخون. مغزت عاشق شروعهای کوچیکه، چون مقاومت کمتری حس میکنه و کم کم وارد جریان کار میشه. قانون شماره 2: قانون 5 دقیقه. به خودت بگو فقط 5 دقیقه انجامش میدم و بعد ببین که چطور اون 5 دقیقه تبدیل میشه به نیم، 1 یا حتی 2 ساعت. شروع ترسناک ترین بخش کاره، چون مغزت رو احساس میکنه برای انجام یک کار سخت ترین کارها رو باید انجام بده. اما وقتی شروعش کردی بقیهش خودش به راحتی پیش میره بدون هیچ دردسری. قانون شماره 3: پاداش و جریمه شخصی. خودت رو جدی بگیر. اگه کاری رو انجام دادی یه پاداش کوچیک بده به خودت. یه قهوه، یه استراحت، یه آهنگ زیبا، هر چیزی که دوستش داری و میتونه در لحظه بهت آسیب نزنه. اما اگه انجامش ندادی یه جریمه بر خودت تعیین کن، مثل قطع اینترنت، نرفتن سراغ فیلم و سریال مورد علاقت. ذهن با این ترفند یاد میگیره عمل رو به تعویق ترجیح بده. عملاً ذهن شما متمرکز بر این میشه که شما بتونین روی کاراتون متمرکزتر، قویتر و با ذهنیت بهتر عمل بکنید. یادت باشه هیچ کس قرار نیست بیاد نجاتت بده. هیچ وقت لحظه مناسب نمیرسه. همیشه یه مشکلی برای این که کارتو به عقب بندازی وجود داره. نه فردا، نه هفته بعد، بلکه تنها چیزی که واقعا نیاز داری الانته. اگه امروز کاری نکردی فردایی هم وجود نداره. فردایی وجود نداره که بتونه اون رو جبران کنه. اگه این ویدیو یه تلنگر کوچیک بهت زد، ازت خواهش میکنم با لایک و سابسکرایبت ازمون حمایت کن، چون قراره با هم یاد بگیریم چطور هر روز با یه قدم واقعی به سمت زندگی بهتر پیش بریم. ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. دمت گرم.